یک. دوم توجیه، امواتون آلی رد میکنه بالای امو مردمی که فعلا در قبرها نشسته هستن، سفرها برش میکنه، پر چند روز بعد در سخی صاحب میره و سخی صاحب در کجاست؟ بله، که با دست خود مرده سخی صاحب در اونجا مانده ای. تو تابعدار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی؟ بله. چی رقم هستی؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. پیغمبر علیه السلام حدیث در رد او کسایی میگه که سفر میکنه به خاطر ازی که فلان جای دعا قبول میشه، فلان جای عبادت خوب ثواب داره. پیغمبر ایره به می خاطر گفته تو چرا سفر میکنی؟ کجا است؟ حاجتی ده پوره میکنه؟ شما باور به الله بکنه که سبب گمراهی افغانستان یک اینمی قبر شده که الله لعنت کردن کسی که ایره ایجاد کرده. یقینا لعنتی خو هست، انشالله اینطور جوابا بده که پرسان نکن. خو مردم افغانستان در بدر کده خاک بسر، چرا که حقیقت دین به مردم معلوم نیست. اونجا طواف میکنه، حاجت خودم میخواه، از دور برش صدا میکنه، یا سخی صاحب میگه برس. شرک چی را میگه؟ شرک شاخ نداره، میره شرک میگه. امواتون یا مرده هاستن، این مردم باز پرستش میکنه. مردهش به دست خود گور کده، غسلش خودش داده، خرواری خاک سرش خودش چپه کده. حالی هم اگه گنبت یزیر کسی بیران کنه هیچ دفعم نمیتونه. چاکلیت ها را که زنا برده سرش انداخته، کسی همون چاکلیت از قبرش بگیره دفع کده نمیتونه. لیکن مردم برش نعوذ بالله صفات الوهیت ثابت کرده. آواز از دور میشنوه بلا اسباب. مریض شفا داده میتونه بدون معاینه، بدون دوا، بدون نسخه، بدون هیچ گپ. بیا اولاد داده میتونه. خیلی چطور است؟ این حالات مردم ما در کدام حالت است؟ چی میگه؟ یک مولوی در این روزا برام میگه شرک نیست. من گفتم بدبخت تو تالی در شرک نفهمیده، از او خاطر میگی نیست. شرک نیست. وای زیارت رفتن خود جایز است. زیارت رفتن جایز است. برای چی؟ زیارت برای چی؟ زیارت چی را میگه؟ تو فهمیده زیارت برای چی بره؟ یک روزی خاص داره، سفر باید برش بکنه. و کدام مقصد؟ تو برو امی مردمی که در مزار میه امسال به طور قصدن باید امی ماموریت کسی انجام بده، امونجا بره باید یک مصاحبه رقتی کلگی بکنه. به خاطر چی در اینجا زیارت؟ از کجاستی؟ با چه قدر کرا آمدی؟ این وظیفه باید بده. از کجا آمدی؟ به کدام مقصد آمدی؟ کی گپا باید واضح شود. به خاطر که یک تعداد ملاهای دور از ملای حقانی گمراه مردم همینطور فریب داده رایست که حقیقت واضح شود، فهمیده شود که چی گپاست. قرآن کریم رد میکنه صراحتا. امواتون یا مرده هستن، امیال زنده هم نیسته. زنده اگر باشه خلا اقل چیزی که دوست و توان ما تحت الاسباب است، تو از پیشش طلب میکنی بری تو داده میتونه. اما یا خب بالکل مرده هستن، آوازی تا شنیده نمیتونه، حاجتی تا فهمیده نمیتونه، هیچ چیز در دسترس خود نداره، بلکه تو که زیارت ازیره میکنی باید دعا برش بکنی. یغفر الله لنا و لکم انتم سلفنا و نحن بلسر باید برش بگویی. این به تو محتاج است. غیر احیاء یا زنده نیستن و ما یشعرون، یعنی معبودا شعور نداره، آگاهی نداره. ایان یبعثون که کی از این قبرها میخیزه، بیچاره در این تاریکی ها افتاده، در این قبرها افتاده، از خود دفاع نمیتونه. تو را چی بده؟ عجیب است. الهکم اله واحد. پس وقتی که عبادت غیر الله، معبودای باطل قطعا قابل پرستش نیست. چرا؟ صفات الوهیت در او موجود نیست، نه خالق هستن، نه علم محیط داره، نه تصرف کامل داره. صفتای الوهیت کلش در چند خلاصه میشه؟ در دو: صفت کارسازی و تکوین یا قدرت میگیم، و صفت چی؟ علم محیط که نداره. الهکم اله واحد، معبودی بر حق شما یک الله متعال است، کسی دیگری لیاقتی پرستش بندگی را نداره. فالذین لا یؤمنون بالآخرة، کسانی که ایمان به آخرت نداره. قلوبهم منکرتون، معلوم شده که دلهای از یا از سخن معقول، از سخنی که خیر قناعت بخش است، از او ناشناسته نفرت میکنه. و هم مستکبرون، و تکبر میکنه، خود کلان میتراشه. وگرنه دلیل برش اینه. همین مردم بگوی با مجردی که برش میگی چیزی نمیتونه، یک دفعه مست میشه، باز دیگه تکبر میکنه. تو را همین قدرم شمار نمیکنه که گپی تو را خودی تو را حالی قریب است که زیر پای کنه. تا خبرداری؟ نه. قرآن میگه
کسایی که عقیده به آخرت نداره دلهایشان از همچو گپای معقول چیست بگه انکار کننده است، ناشناس، نمیپذیره، در قلبشانی گپانه نشسته. الله متعال یار در شرک مبتلا کرده، همیشه حراس از همیجا داره، از قبر حراس داره. لا جرم سخنی ضروری است، اتمیس ان الله که یقینا الله متعال یعلم ما یسرون میداند چیزی را که یا میپوشانه، اراده، تصمیم، کدام نقشه که یا طرح میکنه، کدام نیتی که داره، عقیده که داره، و ما یعلنون چیزی را که آشکارا میکنه از الله پوشیده نیست. انه لا يحب المستكبرین، الله دوست نداره مستکبرین، کسایی که بزرگی نداره لیکن بزرگی را بزرگ در خود میچسبانه که من بزرگ هستم. اینطوری مردم را الله دوست نداره. او یا مستکبرین است. تکبر از چی کرده؟ از حق، از پذیرفتن حق تکبر کرده، از شنیدن قرآن تکبر کرده. الله دوستش نداره، ذلیلش میکنه. این را یاد داشته باشه ان شاء الله. اما علمایی که امروز از عقیده توحید فرار داره، مردم غش و نعوذ بالله فریب داده رایسته، تلبیس کرده رایسته، این منجا نشانه باشه که الله متعال آنقدر ذلیل کنه یاره که دیگه جای پای برشان باقی نمونه. این را بفهم. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، زمانی که گفته میشه برشان چی چیز نازل کرد ربکم پروردگارتان، یعنی قرآنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ادعای از او را داره، چی چیز نازل کرد؟ نه حالتی از یارم بیان میکنه که یا این قدر خود بیخبر میپرده در حالی که خبر محقق است، معجزه است. یار دعوت داده که مثل زیره بیاره، آورده نتونسته. قالو میگه با وصفی که خودشان عاجز است و مثل قرآن کریم یک آیت آورده نمیتونه، اما ضد و عناد و تکبر یاره فرا گرفته. میگه اساطیر الاولین، قصه ها و داستان های سابقه است. عجیب است، داستان های سابقه است. خب میبینه این تاریخی سابق نیست. عالم میگه پاس زمانی که میگه فلانی عالم چی میگه، نه امو فقط یک چند حدیث از جان خود جور کرده. خیر است موریث که از جان خود جور کرده، تو برو رد کشه. عالی آمدم نمیتونه که او را رد کنه، رد نمیتونه. این گپا را میزنه. همیالی چی میگه؟ میگه شما فقط حدیثی ما را ضعیف میگه، از حدیثی خود قوی. ما نمیگیم، ما بیادرکم. این را که علما تحقیق کرده نوشته کرده، ما نمیگیم. این گپا را میگه. در اون زمان ما بطور بود. لیحملوا اوزارهم، چرا اینطور گپا میزنه؟ مردمای بیخبر و بیطلاع را توسط این گپای خود فریب میده. مردم فکر میکنه که راستی، البته قصه های گذشته ها را گفته رایست، حقیقت و واقعیت ها وجود نداره. لیحملوا که وردارن نتیجه گفتارای از جایست، این تحقیقای از جایست. لیحملوا که وردارن اوزارهم، بارای گناه های خود کاملتا مکمل، یوم القیامت، در روز قیامت. خودم الله برش امکانات داد، پیغمبر وار شخصیت روان کرد، دلایل برشان پیش کرد، اما این مردم تکبر کرد، نپذیرفت. این خباری کامل شد دیگه. و من اوزار الذین، ورد دارن از بارای گناهی و کسانی که یضلونهم، که یا واره گمراه ساخته توسط تبلیغات، توسط چی؟ گپای غلط. بغیر علم، یضلونهم بغیر علم، که گمراه میسازه مردم. دو مطلب داره، بغیر علم، بدون کدام سند و دلیل. سند و دلیل نداره، فقط خیالات و حکایت و قصه ها را میکنه. من خود دیدم که ما در جای ما یک زیارت است، یک کجی به نام سنگ کلوله یاد میکنه. یک نفر مرا چی میگه؟ مولوی صاحب این بسیار یک شخصیت بزرگ است. من چی رقم از کجا معلوم کردی که شخصیت بزرگ است؟ نه بسیار شخصیت بزرگ. خب بگو. والا محترم همی طور بود که آمدم همینجا کمکی در دلم گشت که چی هستی؟ گفت کمی آمدم که داز تایرم ترقید. بسیار شخصیت بزرگ است. مگه او شیطان ترقون. تو بدبخت از این کمی ترس کردی، عقیده جور نبود، از او خاطر شیطان آمد زد ترقون شد که تو دیگه عقیده کنی. ما گفتم 100 دفعه موتر تا میکنم بالا میکنم، عقیده مرا خبر داری؟ خبر داری نه؟ نه نمیشه مولیسی تو نکو، باز ضرر برات میرسه. من گفتم ضرر برسه، ضرر. یک دفعه تا تیر کردم، باز تیر کردم، باز تیر کردم، باز من تیر بکن ترکه، چرا نمی ترکه؟ حیران است، حیران. در تگاب می رفتیم، از این پلی چی سوریبی تیر شدیم،
اونجا در لبی تقریبا در نو در دری تگاب که داخل میشی در خود دری نه در دری کلانشان اونجا یک زیارت بود. دریور برای من میگه مولی صاحب اینی زیارت که است هر کس که دعا برش نکنه موترش خراب میشه. من گفتم تاش موتر سرش استاد کردم گفتم سری جلو میشینم یک دعا برش نمیکنم همینطور میرم که تیری من میترکه یا نمیترکه. شما دوری خوره در قلبتان وقت این گپا را تیار جمع کرده که جمع کرده اما معزی که موتر اینطوری هم شما میگه همون کرده دوری خور اینطور نیست. عقیده پخته نیست نه عقیده نادرست است. عجیب است. حالی دیگه یا چی میگه؟ اوزار بارای مردم دیگر هم به خود گرفتن. چرا؟ یضلونهم بغیر علم که را گمراه میسازه بدون سند و دلیل. مجاوره قبراست. کسی در زیارت برش بره چیزایی بیان میکنه عظمت او صاحب قبر بیان میکنه که در عمر همون قدر بزرگی الله را بیان نکرده. همون طور است. یک مانا. دوم و من اوزار الذین میورداره بارای گناه و کسانی را یضلونهم که یا گمراه کرده بغیر علم امو مردم ها را گمراه کرده که بی علم هستند بیچاره خالی و ذهن است. مردم های فهمیده را بازیاب گمراه کرده میتونه نمیتونه. الله ساء ما یزرون خبردار خیلی بد است آن چیزی را که این مردم ها من حیث باری خود میوردارند در روز قیامت. یعنی معامله از یا کمل در مقابل حق ستیزکاری بود. آلی دیگه اینطور بار ورداشته که این باریا را هلاک میسازه. نه تنها خودشان بلکه باعث چی شده؟ منع پذیرفتن حق از دیگران شده. تبلیغات سو غلط کرده. امروز شما باور به الله بکنید طور مردم هست که در جهنم به خاطر بره دیگه کار نکرده باشه فقط تبلیغ کرده. چی کرده؟ تبلیغ کرده. مردم از قرآن منع کرده. مردم از توحید الله منع کرده توسط تبلیغات خود. قد مکر الذین من قبلهم یقینا الله متعال تسلی میده برای پیامبر صلی الله علیه وسلم این شایعات و تبلیغات دمیرا را نمیگیره. انقلاب اسلامی حرکت اسلامی سیلوار روان است. خس و خشبال قطع خود میورداره. بله خود دمی وقت تیره می باشه آب خط می باشه. همین طور است یا نه؟ پس آن باز کلی گپا روشن میشه. گل مل میشینه آبی صفا باقی میمانه. قد مکر الذین یقینا نقشه ها طرح کرده بودن سازش ها کرده بودن الذین و مردم ها من قبلهم که پیش از یا بودن در مقابل انبیاء علیهم السلام. فأتی الله بنیانهم مخالفت انبیاء علیهم السلام کرده بود. فأتی الله بنیانهم پس الله آمدن کرد با تعمیراتشان با آبادیشان من القواعد از بیخ. فخر علیهم السقف افتاد بالایشان چتای خانه ها من فوقهم از طرف بالایشان و اتاهم العذاب آمد برشان عذاب من حیث لا یشعرون از او جایی که حتی احساس هم نمیکردن. احساس نمیکرد عذاب الله آمد. یک ترجمه است. تسلی بده پیامبر علیه السلام که شایعات این سازش ها این جرگه ها هیچ چیزم نمیتونه ان شاء الله. چرا امتای سابقه هم در مقابل انبیاء علیهم السلام آرام ننشسته بودن اینطور نقشه ها طرح میکردن که پرسان نکو. اما الله متعال آمد اتی الله بنیانهم الله آمدن به عمارتشان از بیخ یار هلاک کرد. یک مانا. دوم فاتی الله بنیانهم پس آمدن که الله متعال بنیانهم به آن سازشی و پلانی که یا ساخته بودن من القواعد از اساس از بیخیش. فخر علیهم السقف امو سازششان مکمل و بادی هوا رفت افتاد بالایشان سقف ها من فوقهم از طرف بالا و اتاهم العذاب و عذاب برشان آمد من حیث لا یشعرون طوری که احساس هم نمی کردن. یعنی در خیالشان نبود که به عذاب میاد یا نمیاد. اما طور عذاب برشان آمد. پس به این مردم هم الله متعال از این طور راه عذاب بیاره که تو احساس هم نمی کردی. قدرت الله متعال با تجربه کردیم. زمانی که از یک ناحیه دشمن خیلی قوی فکر کردیم و مضر فکر کردیم که این دشمن خیلی مضر است. شما باور به الله متعال بکنه اینطور الله حل کرده شکی نمیفهمیدیم که از کدام ناحیه حل شد و چه قسم حل شد در حالی که بس بزرگ می بود. این وعده الله متعال است. کلی گپ در خودی ماست که ما در خط خود کج نشویم در نیت خود کج نشویم در هدف خود کج نشویم. نصرت الله اتمی است. قطت خامخا دسایس دشمن الله مزمحل میکنه از بین میبره. این الله موقع برش نمیده که در نتیجه برسه وگرنه سازشا
در مقابل خودم که از روز اول سازش ها شروع است تا امروز سازش ها هست. الحمدلله الله اینطور مزمحل کرده که از امروز یکی از میمانا بود، من وقت کردم به خاطر میمانا بود خیلی زیاد، برای من میگه که چند بادیگارد داری؟ من گفتم بادیگارد چی میگی؟ گفت نه نفر مسلقتت خود چند نفر میگرده؟ من گفتم ما بیچاره خود چلانده نمیتونم تو بادیگارد میگه. نه میگه نفر اونجا آمده بود در سر قبر تقریر کرد، گفت که او برادر این فلانیش است، نامی تو را گفت گرفت. کسی که ما برای خود چی نانی خود پیدا نمیتونیم، او 2 دانه بادیگارد قطع خود میکردانه. من گفتم در عمرم بادیگارد ختم نیست، بادیگارد چی مانا؟ عجیب است. الله متعال در قلبشان چطور چیز رعب انداخته. او برادر من تناستم، هیچ چیزام ختم نیست. باز بسیار تعجب کردن که تنها میگردی؟ چرا خیرت است؟ میگه الله اکبر، تنها میگردی؟ تنها نگردم چی کنم؟ خب الله متعال دفع میکنه، این وعده الله است. ثم یوم القیامت، باز در روز قیامت، یخزیهم رسوا میسازه یار الله متعال و یقولو میگویا برای مردم این شرکای الذین کجاست شریکای ما، او کسایی که کنتم شما بوده تشاقونه که خلاف میکرده در شانشان امرای انبیاء علیهم السلام فیهم، یعنی در شان اونما امرای انبیاء مخالفت میکرده که میگفته نه یا یک چیزی میتونه. کجاست امو که شما او را برای ما شریک مقرر کرده بوده برابر ما؟ امو را نشان بده. قد مکر الذین من قبلهم فاتی الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم واعطاهم العذاب من حیث لا یشعرون. آیه 26 اگرچه خوانده بودیم یک چیزی قطع ما بعد ارتباط داره و تفصیل هم نکرده بودیم. آیات قبلی الله متعال سرنوشت او مردمایی را که نعوذ بالله در مورد قرآن میگفتن که اساطیر الاولین است، الله متعال بیان کرد که مردما بارهای گناه بزرگی را خود میوردانند، نه تنها بارهای گناه خود بلکه از دیگرایی را که سبب گمراهیشان شده ای را هم در روز قیامت سر خود میوردارند. این خیلی بار بد است که سبب هلاکت دائمیشان میشه. در اینجا الله متعال نقشه ها و توطئه هایی که دشمن در مقابل حق انجام داده بودن الله تمثیل از او را بیان میکنه. مفسرین 2 نظر داره، بعضی میگه این تمثیلا است، یعنی الله متعال مثال میده که این مشرکین برای جلوگیری از حق و معارضه با امرای حق انواع دسیسه ها و نقشه ها را طرح میکنن، لیکن الله متعال یارا در نقشه های خود کامیاب نمی سازه، بلکه یا آخر تمام آمال و آرزوهایشان قطع خاک یکسان شده، هیچ نوع مقصدی در دست آوردن نمیتونند. به مثل که یک آدم اراده جور کردن تعمیر و چت و ایگپا را داشته باشه، اما ناگهان از بیخ و بن همو تعمیر یزو چپه شوه، خیالات و افکار و نقشه هایی که یا طرح کرده بودن و میپنداشتن که ما سریازی امارت های را بنا میکنیم، هیچ کدامش باقی نمیمانه. یا ایست که اصلا بیان واقعیت های عینی است که در قومای سابقه مثل قوم فرعون و سمودیا و قوم صالح علیه السلام از این مردم ها بود، حالات ازوار بیان میکنه که این مردم ها هم در مقابل انبیاء علیهم السلام توطئه های گوناگون جور کرده بودند، تلاش داشتن که در مبارزه خود علیه انبیاء علیهم السلام غالب بیان، اما الله متعال آخر الامر واره قطع خاک یکسان کرد. پیغمبر با او کسایی که تابعدارایش بود الله متعال کامیابی را نصیبش کرده. پس این تسلی بزرگ برای پیغمبر علیه السلام و دعوتگرانی که همیشه در طول تاریخ در راه الله متعال دعوت میکنه برای ازوا یک امید بزرگ است، چرا که الله متعال دوستای خود ذلیل نمیکنه، بلکه آخر الامر الله کامیابی را نصیبش میکنه. البته کامیابی 2 قسم است، یکی کامیابی دلیل است، نگاه دلیل است. الحمدلله گروه حق همیشه از نگاه دلیل همیشه غالب است و کامیاب است، کسی در میدان در پیش رویش آمدن نمیتونه. یکی کامیابی حسی است که دیده شوه که بله در سر مردم فتح و پیروزی برای مسلمانان نصیب شوه. الله متعال بس اوقات بعضی مؤمنان را این قسم کامیابی را نصیب کرده و بس اوقات این کامیابی نیست، بلکه اونمو کامیابی از نگاه دلیل است. حالت فعلی ما و شما کامیابی از نگاه دلیل است. الله متعال از نگاه دلیل ما و شما را غلبه و فتح نصیب کرده، چرا که دشمن
پیش شده نمیتونه که امرایت معارضه و مقابله بکنه. علتش است که دعوت تو حق است. از او خاطر الله در اونجا بیان کرد قد مکر الذین من قبلهم، دسایس جور کرده بودن، نقشه ها طرح کرده بودن، سازش ها کرده بودن، الذین و کسانی که من قبلهم پیش از یا بودن، از این مشرکین مکه کرده پیش قومای دیگری خیلی با قوت و زور و بازوی بسیار زیاد در مقابل انبیاء علیهم السلام و مخالفتشان سازش ها کرده بودن. فاعطى الله بنیانهم، الله آمدن کرد به امارتایشان، به خانه هایشان، من القواعد از بیخ و بن، یعنی از تهداب کلی امارتایشان الله خراب کرد توسط زلزله ها یا خسف. فخر علیهم السقف، افتاد بالایشان چتای خانه هایشان، من فوقهم، از طرف بالایشان. و اعطاهم العذاب من حیث لا یشعرون، آمد برشان عذاب از طوری که هیچ احساس هم نمی کردند، در خیالشان نمی آمد که آیا اینطور عذاب می آید یا نمی آید. الله متعال دشمن خود ناگهانی به می حالت زبون و رسوایی می بره. ثم یوم القیامت یخزیهم، آلی حالات آخرتش بیان میکنه که بله نقشه های از یاد دنیا هم کارگر نشد، هیچ امیدی را برشان در دست نه آورد و نه آمال آرزویشان تحقق پیدا کرد. اما در آخرت این مردم به کدام سرنوشت مبتلاست؟ ثم یوم القیامت، باز در روز قیامت حالت از یاد طوری ما باشه، یخزیهم، الله یارا رسوا میسازه، زبون میسازه. و یقول، میگوی الله متعال، این سوال برای زیاد رسوا شدن از یاست که الزام سرش آورده شوه و زیاد ملامت شوه. این شرکای الذین کنتم تشاقون، کجاست شریکای ما، کسایی که شما عقیده شرکت داشتی امرای ما، که میگفتی نعوذ بالله در بعضی صفتا امرای ما شریک است، و میتونه بخشش کنه و میتونه حاجت پوره بکنه، کجاست؟ کنتم تشاقون فیهم، این دو معنا داره که شما بوده که به خاطر دفاع از او میکفاندی خدا، بیخی چیستا در کفیدن می آمده که دفاع از او میکرده. اگر کسی میگفت که عاجز است، یک دفعه جندی میگرفته. آلی هم همونطور است، زمانی که مردم که نعوذ بالله در قبر پرستی خب عقیدهشان از سابق جور شده، زمانی میگی که نه قبر یه چیز نمیتونه و این جن میگیرش دیگه قریب که بترقه. الله متعال میگه بله همونطور بود، در روز قیامت برشان گفته میشه. یا تشاقونه که شما خلاف میکرده فیهم در موردشان، که نه یا نازدانه است یا ماجت پوره میکنه یا چیسته به الله نزدیک است، نازدانه است. این گپا را میگفتی کجاست؟ الله متعال از پیشتان سوال میکنه. قال الذين اوتوا العلم، میگوید کسانی که برشان علم داده شده، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، مراد از علم در اینجا عقیده توحید الله متعال است. چرا که توحید نشأت از علم میشه. کسی که علم داشته باشه الله را به یکتا پرستی حتما میشناسه.